سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز، رفقا و علاقمندان به خوشنویسی. این دوره اول خودم معرفی کنم، من علیرضا میرزاجانی هستم و این دوره اسمش دوره خوشنویسی از شنبه ایشالله، چون خیلی از وقتا ما یه کاری رو که میخوایم انجام بدیم همیشه میگیم ایشالله از شنبه. مثلا باشگاه میخوای بری، کتاب میخوای بخونی، یه کاری میخوای بکنی، میگی ایشالله از شنبه. حالا خیلی کوتاه کنم چون قرار نیستش که تصویر بنده رو ببینید شما، قراره که بیشتر خوشنویسی کنیم و چیز یاد بگیریم. برای شروع یه کاغذ ساده، یه خودکار بیک، اگر بیک نبود کارتون سخت‌تر میشه، ولی بیک 1 میلیمتر و کمتر. این الان 7 میلیمتره یا 8 میلیمتره، تفاوتی نمیکنه. این فکر میکنم 8، میگن 8، اسمش کریستال فاینه. حالا این هم نمیخواد 1 هم باشه ولی بیک باشه، بیک چون جوهر خشک، بیک باشه اوکی. خودکار بیک، زیر دستی هم هر چیزی میتونه باشه، کاغذ میتونه باشه، کاغذ معمولی، میتونه روزنامه باشه، میتونه مجله باشه، میتونه، ولی یه چیزی باشه که نه خیلی زیر دستتون رو سفت بکنه و نه خیلی زیر دستتون رو نرم بکنه که کاغذ سوراخ بشه. پس این نکاتی بود که کل نکات رو خیلی خلاصه گفتم. این از این. حالا میریم شروع کنیم. ابتدا انگار آشپزیه. ابتدا برای شروع بهتره که دستاتون رو بشورید. هیچ تأثیری در خوشنویسیتون نداره ولی حستون خوب میکنه. لااقل یک کتابتی داریم که سعی میکنیم با همدیگه انجام بدیم. فقط به دست بنده نگاه کنید و ببینید من چی دارم تحریر میکنم. برای این کتابت حتی تو کادر اگر جا بشه، کل این کتابت رو ما میایم آقا یواش تقسیم بر 2 میکنیم، سانتر میزنیم. این 20، وسطش میشه اینجا یه علامتکی میزنیم. علامتک یعنی علامت کوچک. اینجا می نویسیم هنر. یه 5 تقریبا به این صورت. از اینجا دوباره میایم، این اولی و دومی دوایرشون تقریبا باید یکی باشه. از قسمت دوم ه 2 چشم دیگه ما هممون سواد داریم ماشاءالله دیگه، قربونش برم. از قسمت دوم، دایره دوم، یه دونه میایم پایین، یه دونه حالت پرتابی کوهاندار به سمت پایین میایم. نقطه رو هم حالت لوزی میذاریم. این بالا اگر یه دونه واو کوچولو هم تحریر کنیم این هنر خونده میشه. شاید یکی بخونه مثلا هنور یا چیز دیگه. اوکی، این هست. حالا این در وسط شکل گرفت. احساس میکنم در وسط هست، احساس میکنم که این متمایل به چپ. حالا در کل کاری نداریم، من دقت نکردم، شما دقت کنید. میایم اول سطر، خب یک مقداری دوربین همه رو زدم داما که میایم از اول حدود 2 یا 3 سانت، من 3 سانت میگیرم. اینجا رو یه علامت کوچیک میزنیم